سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من سحر عباسی هستم، مربی و رفتارشناس سگ‌ها. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری سگتون از روی یه مانعی بپره یا از روی حلقه بپره. این یه آموزش حرکت نمایشیه که خیلی‌ها دوست دارن که سگشون این کارو بکنه. به چیز زیادی هم نیاز نداریم، تشویقی فقط میخوایم. حالا این تشویقی بسته به علایق سگتون میتونه متفاوت باشه، یا خوراکی باشه یا توپ یا اسباب بازی مورد علاقهش باشه که خیلی دوستش داره. امروز قرار راکس کنار من باشه توی این آموزش. راکس به توپ خیلی علاقه داره و ما میخوایم از توپ براش استفاده کنیم. قبل از اینکه بریم راکس رو بیاریم برای ادامه آموزش، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، زنگوله رو بزنید و اینکه آیدی اینستاگرام منم این زیر براتون میاد. بریم که راکس رو بیاریم برای ادامه آموزش. بیا پسرم، بیا. جایگاه بشی. خب اینم پسر گلم راکس که قراره توی این ویدیو همراهمون باشه و اینم همون تشویقی که بهتون گفتم راکس خیلی دوست داره. راکس عاشق توپه. کار سختی نیستش اینی که میخواین آموزش بدین، فقط کافیه اون چیزی رو که سگ دوست داره اگر که غذای جلوی پوزش میگیرید و هدایتش میکنید سمت حلقه، ولی اگر که توپ و سگتون مثل راکس هیجان بالایی داره، فقط کافیه که سمت حلقه برین، نزدیکترین حالت قرار بگیرین و اون تشویقی که خیلی دوست داره رو بندازید توی حلقه تا از رو حلقه بپره. خب دیدیم که وقتی توپ از حلقه پرت میکنیم، چون از اونجایی که سگ شکارچیه و این قراره تومش باشه، اینو تعقیب میکنه تا به دستش بیاره. غذا هم همین شکلیه، میتونید اولش بگیرید جلوی پوزش و از حلقه ببریدش بیرون سگ رو، و وقتی که پاش از اون حلقه اومد بیرون شما میتونید تاییدش کنید و تشویقش رو بهش بدید. الان دیدین که من پرت کردم، راکس دنبال توپ رفت و توپ رو گرفت. فقط کافیه که به این مرحله که رسیدین سگ رد شد یکی دو بار، اولین بارها نمیخواد براش کدی در نظر بگیر، فقط کافیه که سگ رد شه و تاییدیش رو بگیره. و حالا که رد شده و فهمیده که باید از روی این حلقه یا از روی مانع رد بشه، کافیه یه کد براش بذارید. مثلا من کدی که میخوام برای راکس بذارم هوب هستش. میخوام بهش بگم هوب و بپره. راکس هوب. یس. وقتی که سگتون هوب رو گفتین و پرید، بلافاصله تاییدش کنید و بهش اون حال خوب رو بدین که کار درستی انجام دادی. حالا ما میخوایم یه ذره فاصله رو عقب‌تر بیاریم، یعنی من فاصله با این حلقه بگیرم تا سگ یه مسافت طولانی‌تر رو بره از روی حلقه رد بشه. یکی دو روز اول فاصله رو یه ذره کم نگه دارید، بعد شروع کنید فاصله رو زیاد کنید تا سگ یه درک کاملی داشته باشه. بریم ببینیم راکس چقدر میتونه این رو انجام بده. فاصله من چقدر میتونه دورتر بشه از حلقه. راکس جایگاه. خب فاصله من تقریبا یه ذره زیادتر شده. میخوام به راکس بگم که از حلقه بپره، ببینیم که انجام میده یا نه. راکس هوب هوب. یس. مرسی پسر. خب فاصله یه ذره زیادتر شد، با دستم نشون دادم که باید از حلقه بپری، کد رو براش تعیین کردم. راکس که پرید بلا فاصله تایید شد. کار سختی نیستش، به همین راحتیه، ولی خب یه ذره دقت میخواد، یه ذره صبر میخواد، چون ممکنه که سگ شما از اون روز اول عین راکس انقدر هیجانی نباشه برای پریدن از توی حلقه، ولی صبرتون رو داشته باشین، تمرین کنین، تکرار کنین، از فاصله کم شروع کنید، بعد فاصلتون رو یه ذره بیشتر کنید، کد رو درست براش بذارین و یادتون نره تایید به موقع باعث میشه که سگتون بهترین کار رو براتون انجام بده. مرسی که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودین. توی ویدیوهای بعدی هم قرار آموزشایی براتون بذارم، با حالا راکس یا بچهای دیگه براتون میذارم. دنبال کنید چنل منو و خوشحال میشم که در کنار من باشین. حلقه هوب. یس. گود براو. مرسی پسر.